تهش همینه. من بارها گفتم، من اینجا نشستم بارها از پهلوی دفاع کردم، اینها یکی دست برده بالا، یکی اونور دست برده بالا، سر کلاس ها، در سخنرانی ها، آقا این ایراد به پهلوی. من میگم آره، من میگم پهلوی بدون ایراده. من حرفم چیزی دیگری است. بهترین نسخه ای بود که ما با تمام بضاعت‌های سیاسی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی تونستیم تجربه کنیم. این بهترین من ایرانی بود، بهترین من ایرانی، با تمام ضعف‌هایی که داشتم، با تمام چیزهایی که ساخته بودم و نساخته بودم در تاریخ، با تمام عوارضی که در تاریخ بر سر من آوار شد. جنگ بود، جنگ جهانی بود، اشغال بود، قاجاریه بود. اما بهترین، یعنی در یک پروسه از تاریخ، در یک برشی از تاریخ، من ایرانی تونستم بهترین خودم باشم. همین هی به دنبال یک چیز خیلی مطلوب میگردید که بدون ایراد باشه، یافت نمیشه. همون برهه‌ای از تاریخ رو شما میتونید قیاس کنید با این ور اون ور. ببینید یکی از دوکسه هایی هم که باز خیلی رایجه، میگن مثلا ما بین جمهوری اسلامی و پهلوی اگر بخواید قیاس کنید، که بله، قیاس کردن یکی از مهمترین روش‌های علمیه دوستان من. اونم قیاس درون فرهنگی، درون تاریخی، درون اجتماعی. نمیخواید برید، یعنی یک قسمت اینه که شما قیاس میکنید همون دوران پهلوی رو مثلا با کشورهای همسایه، حتی با کشورهای پیشرفته، در از شاخصهای اقتصادی، محیط زیستی، اجتماعی، فرهنگی. خب یک زمانی از شما دارید قیاس میکنید دو تا برهه تاریخی در درون کشور خودتون. چه کسی میگه شما این حقو ندارید؟ این حقو دارید. قیاس روش مهم علمیه که نشون میده شما چه میتوانستید باشید و نشدید، چه چیزهایی رو میتوانستید نباشید اما شدید، چه دستاوردهایی رو به دست آوردید که میشد نداشته باشید و چه چیزهایی رو از دست دادید که میتونستید از دست ندید. پس فرض نگیریم، حتی دستاوردهای یک ملت رو هم فرض نگیریم، میتونست نداشته باشه. باز هم فرضش نگیریم که این ابدیه، به راحتی میتونه از دست بره، به راحتی، یک شبه. اونم تو این قسمتی که ما داریم زندگی میکنیم، این در قسمت خاورمیانه‌ای که نظم سیاسیش 2 هفته‌ای تغییر میکنه، 2 هفته طول میکشه، 14 روز